سلام به حضار محترم. ما گروه نمایش گونگولی برا هستیم از مزرعه والفلوری و امشب قراره براتون 3 تا نمایش اجرا کنیم. نمایش اول اسمش هست تحویل دادن بچه. داستان لکلکیه که ببین بچه پیدا نشه باید اسمش عوض کنیم. منظور چیه؟ بیچی دیگه بچه نداریم. چیکار کنیم الان؟ چی بزنیم سر جاش؟ حالا خوبیه بذار ببینم چی داریم. الان درستش بچه حل پیدا کردم. بیا خوبه دیگه یه هندونه میذاریم جاش. خب باشه. نمایش اول ما اسمش از تحویل هندوونه. قصه یه لکلکیه که باید یه بچه هندونه رو بره بده به ننه باباش و ببین چیزی بچه پیدا شد. واقعا کجا بود؟ همون پشت هندونه نشسته بودیم. باش خانم آقایون اینم تحویل دادن بچه. دامت نیستیم آمد نیستیم بکش کنار دیگه ببخشید هنوز آماده نیستیم. تو هم که این برت به اون برت دیگه تو ساکت.